به نام خدا. با عرض سلام خدمت دانشجویان گرامی، جلسه دوم شیمی امیدو رو در خدمتون هستیم. در ابتدا سوالی که جلسه قبل عنوان تمرین داده بودیم رو حل میکنیم و بعد میپردازیم انشالله به ادامه تدریسمون. در واکنش زیر، واکنش از چپ به راست انجام می شود. اسید ضعیفتر را مشخص کنید. خب قبل از اینکه به این سوال جواب بدیم ما باید خودمون اسید و باز رو داخل خود واکنش تشخیص بدیم و بعد بپردازیم به جواب مثلا. خب NH3 این وره تبدیل میشه به NH2 منفی، یعنی یه دونه H مثبت از دست میده و چون H مثبت از دست میده میشه اسید. اینجا H منفی داریم، میبینیم شده H2، یعنی یه H مثبت گرفته. بنابراین این میشه چی؟ چون H مثبت گرفته بهش میگیم چی؟ باز. خب حالا گفتیم عکسش هم دیگه میذاریم براش دیگه. این اسیده، این میشه باز مزدوج، این بازه، این میشه چی؟ اسید مزدوج. خب اگه مزدوجش هم ننویسید مشکلی ایجاد نمیشه. مهم اینه که ما دوتا اسید و دوتا باز رو در این واکنش تشخیص داده باشیم. حالا که گفته واکنش از چپ به راست انجام میشه، یعنی تمایل داره از چپ بیاد به سمت راست، یعنی اینا فراورده های ماست، اینا واکنش دهنده های ماست. پس چون دوست داره بیاد به سمت راست، حتما راستیا ضعیف بودن. درسته؟ H2 و NH2 منفی من حتما اسید و باز ضعیفی بودن که واکنش تمایل داشته بیاد به سمتشون. درسته؟ اینجا به من گفته اسید ضعیفتر دیگه، پس اسید ضعیفتر میشه چی؟ H2. H2 میشه اسید ضعیفتر. اگه گفته بود اسید قویتر میشه چی؟ NH3 اسید قویتر. و به همین صورت هر کدوم از اجزا رو گفته بود تشخیص بدید: اسید ضعیف، اسید قوی، باز ضعیف. هر کدوم گفته بود با توجه به نکته‌ای که خودش بهمون گفته میتونستیم بهش جواب بدیم. خب جلسه قبلی در مورد اسیدهای آرنیوس و بازهای آرنیوس کامل توضیح دادیم. اسید و باز برنز تتر هم آخرین مطلبی که گفتیم همین بود که در مورد اسید و بازهای مزدوج و تشخیص قوی و ضعیف بودن اونها بود. حالا میپردازیم به ادامه مطلبمون. داخل همون اسید و باز برنز تلوری است. ادامه مطلب این هست که ما قدرت اسیدی و ساختار مولکولی، یعنی قدرت اسیدی رو چطور از روی ساختار مولکولی تشخیص بدیم. فعلا کاری به بازی نداریم، همش ربط داری به اسیدی. اینجا کامل توضیح میدیم اول. پس گفته قدرت اسیدی رو ما چطور از روی ساختار مولکولی تشخیص بدیم، یعنی یه ساختار به ما بدن، به ما بگن این قدرت اسیدیش با این یکی ساختار مقایسه کن، کدوم قوی تره کدوم ضعیف تره. خب ما طبق این مبحثی که الان تدریس میکنیم خدمتتون، در آخر هدف اینه که شما قدرت اسیدی رو با ساختار بتونید تشخیص بدید. اسیدها رو ما به دو دسته تقسیم میکنیم که بتونیم این مطلب رو توضیح بدیم براتون: هیدریدهای کوآلانسی و اکسی اسیدها. پس اسیدها رو من به دو دسته هیدریدهای کوآلانسی و اکسی اسیدها تقسیم میکنم و در هر کدوم توضیح میدم که کدوم یکی از این عوامل ارجحیت داره و اسید قوی یا ضعیف خواهد بود. این جلسه انشالله همش در مورد هیدریدهای کوآلانسی صحبت میکنیم چون مبحثش خودش خیلی زیاده. در این مورد در مورد هیدریدهای کوآلانسی که کامل صحبت کردیم، انشالله جلسات بعد میریم سراغ اکسی اسیدها. خب اصلا هیدریدهای کوآلانسی چیه؟ کدوم اسیدها رو بهش میگیم هیدریدهای کوآلانسی؟ تعریفش رو اینجا نوشتم. هیدریدهای کوآلانسی ترکیباتی هستند که یک عنصر با هیدروژن پیوند کوآلانسی برقرار میکنه. عمدن کوآلانسیشو بالا نوشتم چون اکثر عنصرها با هیدروژن پیوند دارن، اما منظورم از هیدریدهای کوآلانسی زمانی که یه عنصر با هیدروژن پیوند بده، اما چی؟ پیوندش از نوع کوآلانسی باشه، پیوندش یونی نباشه. درسته؟ پس ترکیباتی هستن که یک عنصر با هیدروژن پیوند کوآلانسی برقرار کنه، مثل HCl، مثل H2S و بقیه موارد. درسته؟ خب به اینا میگیم چی؟ هیدریدهای کوآلانسی. حالا میخوایم ببینیم در هیدریدهای کوآلانسی ساختار مولکولی چه ربطی به قدرت اسیدی داره، یعنی ساختار مولکولی چی باشه قدرت من زیادتر میشه یا قدرت اسیدی من کمتر میشه. این ترکیبات معمولا اسیدی هستند، بنابراین با آنها هیدریدهای کوآلانسی گفته میشه. البته این ادامه همین تعریف هست که ترکیباتی هستند که یک عنصر با هیدروژن پیوند کوآلانسی برقرار میکنن، مانند HCl، H2S. این ترکیبات معمولا اسیدی هستند، بنابراین با آنها هیدریدهای کوآلانسی گفته میشه.
این دوتا خط تعریف هیدریدهای کوالانسی. خب دو عامل بر قدرت اسیدی این ترکیبات اثر داره. خوب گوش کنید، دو عامل میتونه اثر داشته باشه روی قدرت اسیدی این هیدریدهای کوالانسی. یکی اندازه اتمه، یکی الکترونگاتیویه. هر کدوم هم من جداگانه بررسی میکنم. شما فکر کنم حالا اونایی که نظام جدیدم مفهوم الکترونگاتیوی رو نخونده باشن، چون من احتمال رو بر این میدم که اکثر دانشجوام از این ترم ورودی های حالا اونایی باشن که تدریس دبیرستانشون نظام جدید بوده. من مفهوم الکترونگاتیوی رو کامل براتون توضیح میدم و بعد وارد مبحث میشم. خب پس یه مرور دوباره داشته باشم. من میخوام از روی ساختار مولکولی قدرت اسیدی رو تشخیص بدم. اسیدها رو به دو دسته تقسیم کردم. الان میخوام در مورد هیدریدهای کوالانسی صحبت کنم. هیدریدهای کوالانسی ترکیباتی هستن که عنصرهایی که با هیدروژن پیوند کوالانسی میدن. خب همینا بر دو اساس میتونیم تقسیم بندی شروع کنیم. پس خود هیدریدهای کوالانسی بر دو اساس تقسیم بندی میشن: اندازه اتم و الکترونگاتیوی، که هر دو رو در اسلاید بعدی توضیح میدم براتون. خب ما میدونیم یه جدول تناوبی گروه داره، یه دوره داره، درسته؟ همیشه ما روندها رو بررسی میکنیم. مثلا میگیم در یک گروه، مثلا به عنوان مثال که در دبیرستان خوندیم، میگیم مثلا در یک گروه خاصیت فلزی چجور تغییر میکنه، یا در یه دوره خاصیت فلزی و نافلزی چطور تغییر میکنه. همه اینا رو قبلا خوندیم. پس من زمانی که میخوام یه گروه یا دوره رو بررسی کنم، یعنی میخوام روند مشخص کنم که برای شما هر سوالی اومد انشالله بتونید حل کنید. خب در یک گروه از جدول تناوبی قدرت اسیدی هیدریدهای کوالانسی با اندازه اتمی مشخص میشه. یعنی اگه به شما هیدریدهای کوالانسی دادن که اون عنصرهاشون، اونایی که هیدروژن کاری بهشون نداریم، عنصرهایی که با هم متفاوت هستن، یعنی بهش میگن اتم مرکزی، در یک گروه بودن، باید قدرت اسیدیشون رو با اندازه اتمیشون بررسی کنیم. خب یعنی چی؟ مثلا من اکسیژن، گوگرد، سلنیوم و تلوریوم رو دارم. اینا همه گروه 16 هستن و کار نداریم کدوم گروه هستن. من میدونم که اینا به این ترتیب: بالا اکسیژن، بعد گوگرد، سلنیوم، تلوریوم توی یک گروه هم. خب در یک گروه ما خوندیم که در یک گروه از بالا به پایین شعاع اتمی زیاد میشه. اینو در دوران دبیرستان میدونستید. از بالا به پایین شعاع اتمی چیه؟ زیاد. مثلا این اگه شعاع اتمی مقدار خیلی کمیه، این بزرگتر میشه، این بزرگتر میشه و این خیلی بزرگتر میشه، درسته؟ پس از بالا به پایین شعاع اتمی زیادتر میشه. خب حالا میگه هرچه شعاع اتم مرکزی، منظورم اون ایناست، زیادتر بشه، قدرت اسیدی هم افزایش پیدا میکنه. خب من یه روند گفتم، اما دلیلش رو تو اسلاید بعدی میگم. پس اگه به شما هیدریدهای کوالانسی دادن که اتم‌های مرکزی در یک گروه واقع شده بود، مثل این حالت H2O, H2S, H2SE, H2TE، ما میدونیم کار به هیدروژن ها اگه نداشته باشیم، اکسیژن، گوگرد، سلنیوم و تلوریوم هر چهار تا توی یک گروه قرار دارن. خب ما میدونیم در یک گروه از بالا به پایین شعاع داره زیاد میشه. خب میگه هرچی از بالا به پایین شعاع اتم مرکزی داره زیاد میشه، قدرت اسیدی هم زیاد میشه. حالا تو اسلاید بعدی توضیح میدم چرا با افزایش شعاع قدرت اسیدی زیاد میشه. خب اینجا رو خوب گوش کن. دو تاشو مثال زدم توی اسلاید بعدی، اگه دقت کرده باشین: اکسیژن، گوگرد، سلنیوم، تلوریوم. من فقط دوتای بالایی رو در نظر گرفتم، اکسیژن و گوگرد. توضیح میدم دیگه، بقیه‌اش میتونید تعمیم بدید. نگاه کنید، این اکسیژن، این گوگرده. اومدم لایه‌های اتمیشو نوشتم. خود گوگرد و اکسیژن رو هنوز کاری به اون هیدریدهای کوالانسیش ندارم. اکسیژن 2 تا الکترون تو لایه اول داره، تو لایه دوم 6 تا الکترون داره. پس 2 تا لایه داره. این لایه ها انگار همون دایره هان. این یکی، این مثلا این اگه مرکز در نظر بگیریم هسته، این یه دور، اینم 2 تا لایه، درسته؟ گوگل 3 تا لایه داره. تو لایه اولی 2 تا الکترون، تو لایه دومی 8 داره، تو لایه سوم چی؟ 6 تا الکترون داره. پس نگاه کنید، از بالا به پایین داره شعاع اتمی زیاد میشه. پس از بالا به پایین شعاع اتمی زیاد میشه. اینو قبلا خوندیم. حالا ما میخوایم هیدریدهای کوالانسیشو بررسی میخوایم بکنیم. یعنی هیدروژنی که وصل به اکسیژن. نگاه اینجا کنید، هیدرید کوالانسی H2O یعنی 2 تا هیدروژن وصل به اکسیژن. اینجا هم H2S یعنی 2 تا هیدروژن وصل به
گوگرد هستن. پس هیدروژنی که وصل به اکسیژن و هیدروژنی که وصل به گوگرد چرا از نظر اسیدی متفاوتن؟ ما گفتیم از بالا به پایین که شعاع زیاد میشه قدرت اسیدی هم افزایش پیدا میکنه. یعنی این هیدروژنی که به گوگرد وصله قدرت اسیدیش بیشتر از هیدروژنیه که به اکسیژن وصله. خب دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که وقتی یه پیوند برقرار میشه بین هیدروژن و گوگرد، ببینید فاصله هیدروژن و گوگرد زیاده. چون شعاع این زیاده، فاصله هیدروژن با گوگرد خیلی زیاد میشه. بنابراین این گوگرد که الان این هستشه جاذبه کمی روی این هیدروژن داره، ازش دوره دیگه، جاذبه کمتری نسبت به این هسته نسبت به این هیدروژن داره. اکسیژن 2 تا لایه داره بعدش هیدروژن قرار گرفته، بنابراین هسته اکسیژن نزدیکتره به هیدروژن. اما گوگرد چون 3 تا لایه داره و لایه‌اش بزرگتره، هیدروژن دورتر نسبت به هسته گوگرد قرار گرفته. خب وقتی دورتر قرار بگیره، این هسته دیگه جاذبه زیادی روی این هیدروژن نداره، نمیتونه زیاد خوب نگهش داره. پس این هیدروژن خیلی راحت میتونه بیاد بیرون. خب اومدن بیرون یعنی چی؟ یعنی اسیدی بودن. مگه ما اسیدی رو چی معرفی کردیم؟ گفتیم هر ترکیبی که راحت تر بتونه چه مثبتش از دست بده، اون اسیدی تر هست توی برونستلوری، درسته؟ پس این ترکیب نسبت به بالایی چون هیدروژن خودش رو راحت تر از دست میده، بنابراین خصلت اسیدیش بیشتر از این یکی بالایی است، درسته؟ پس اینجوریه که هرچی شعاع بزرگتر بشه قدرت اسیدی افزایش پیدا میکنه، درسته؟ من اینجا نوشتم در H2S چون جفت الکترون پیوندی بین H و S، منظورم اینه جفت الکترون پیوندی در فاصله دورتری از هسته اتم گوگرد قرار دارد، پس جاذبه هسته روی هیدروژن کمتر است، پس راحت‌تر هیدروژن جدا می شود، در نتیجه اسید قوی تری خواهد بود. پس همونی که من توضیح دادم اینجا به صورت عبارت هم براتون نوشتیم. پس در یک گروه در هیدریدهای کوالانسی در یک گروه ما قدرت اسیدی رو به شعاع ربط میدیم. هر چه شعاع زیادتر بشه قدرت اسیدی منم افزایش پیدا میکنه. این خلاصه ای که اینجا گفتیم، فقط دلیلش رو گفتیم که شما دلیلش رو یاد بگیرید. پس در اون مورد قبلی اگه من به شما گفته باشم بین H2O، H2S، H2SE و H2TE کدوم یک حالت اسیدی قوی تری داره، شما میگید این. چرا؟ چون تلوریوم شعاعش بزرگتره، پس قدرت اسیدیش بیشتره. پس این قدرت اسیدیش بیشتر از این یکی بیشتر و در آخر H2O، درسته؟ پس در اسلاید بعدی براتون نوشتم قدرت اسیدی H2TE بیشتر از H2SE بیشتر از H2S بیشتر از H2O. خب حالا اینی که من صحبت کردیم در مورد تمام گروه ها هست، درسته؟ اینجوری نیست که مثلا فقط یک گروه یا دو گروه از این روند پیروی کنه، تمام گروه ها از این روند پیروی میکنه. پس من هر گروهی از جدول تناوبی رو به شما دادم، شما بگید از بالا به پایین در یک گروه شعاع زیاد میشه، بنابراین خصلت اسیدی افزایش پیدا میکنه. اگه گفتم دلیل توضیح بدین، دیگه این دلیل رو توضیح میدید، میگید چون فاصله هیدروژن بیشتره راحت‌تر جدا میشه و به این صورت، درسته؟ بذارید من برگردم اسلاید قبلی. گفتیم دو عامل بر قدرت اسیدی از سرده که اندازه اتم یا همون شعاع اتمه، اینو توضیح دادیم، درسته؟ در یک گروه شعاع اتمی یا اندازه اتمی رو میتونیم بیان کنیم و از روی اون قدرت اسیدی رو بگیم، درسته؟ حالا میخوایم بریم در یه دوره بحث کنیم. در یه دوره بحث میکنیم دیگه شعاع اتمی جایگاهی نداره، بلکه باید الکترونگاتیویته رو یا الکترونگاتیوی رو ما توضیح بدیم براتون، درسته؟ پس در یک گروه که من در مورد هیدریدهای کوالانسی صحبت کردم شعاع اتمی اوکی بود، یعنی گفتیم هرچی شعاع اتمی زیاد بشه اسیدیته ما زیادتر میشه. اما در یه دوره میخوام بررسی کنم هیدریدهای کوالانسی رو، در یه دوره دیگه نمیتونم روی اندازه اتمی بحث کنم، باید بیام روی الکترونگاتیوی بحث کنم. و از اونجایی که ما بعضی از دانشجوها الکترونگاتیوی رو نخوندن در دوره دانش آموزیشون، ما میایم اینجا کامل توضیح میدیم براتون. خب الکترونگاتیوی چیه؟ الکترونگاتیوی به قدرت یک عنصر
به کشیدن جفت الکترون پیوندی به سمت خود گفته می شود. پس الکترونگاتیوی به قدرت یک عنصر به کشیدن جفت الکترون پیوندی به سمت خود گفته می شود. همون خاصیت نافلزی که در دوران دبیرستان خوندید، ما بهش میگیم الکترونگاتیوی. یعنی مثلا اگه یه پیوندی بین هیدروژن و فلور باشه، یه پیوندی بینشون باشه، چون فلور الکترونگاتیویش بیشتره، این جفت الکترون پیوندی رو بیشتر به سمت خودش میکشه. درسته؟ به این میگن خاصیت الکترونگاتیوی. خب حالا اینو باید حفظ باشید. مثل موقعی که ما میگیم شعاع از بالا به پایین زیاد میشه، اینو حفظ کردید. اینم باید بدونید که الکترونگاتیوی در یک گروه از بالا به پایین کم میشه. پس الکترونگاتیوی در یک گروه از بالا به پایین کم میشه. اما توی دوره الکترونگاتیوی توی دوره از چپ به راست زیاد میشه. درسته؟ پس مجدد میگم اینو باید شما بلد باشی که من توی دوره رو که براتون دادم دیگه اینو تو ذهنتون بسپارید که در یه دوره از چپ به راست الکترونگاتیوی زیاد میشه. یعنی هرچه ترکیب من سمت راست تر باشه، الکترونگاتیویش زیادتر باشه. حالا توی یه گروه برعکس، هرچه ترکیب من پایین تر باشه، یعنی الکترونگاتیویش کمتره. درسته؟ خب پس این دو مورد رو برای الکترونگاتیوی حفظ باشید. مثال زدم براتون. مثلا توی یک گروه از بالا لیتیوم، سدیم، پتاسیم، روبیدیوم، این گروه اوله. اگه به شما گروه اول رو دادن، گفتن کدوم الکترونگاتیویش از همه بیشتره، برمیگردم میگم الکترونگاتیوی در یک گروه از بالا به پایین داره کم میشه. پس بیشترین الکترونگاتیوی رو اون بالایی داره. پس لیتیوم الکترونگاتیویش از همه بیشتره. دوباره مثلا یک گروه دیگه مثال میذارم، مثلا گروه 17. گروه 17 فلور، کلور، بروم، یود. اگه به شما گفتن کدوم یک از اینا الکترونگاتیویش بیشتره، میگید دوباره در یک گروه از بالا به پایین الکترونگاتیوی داره کم میشه. پس هرچی من بیام پایین تر داره کم میشه. پس اون بالایی الکترونگاتیویش از همه بیشتره. خب توی دوره هم من مثال بزنم که کامل الکترونگاتیوی براتون اوکی بشه و مشکلی نداشته باشین. توی دوره مثلا کربن، نیتروژن، اکسیژن، فلور توی دوره ما گفتیم الکترونگاتیوی از چپ به راست داره زیاد میشه. پس اگه به شما گفتن در این دوره الکترونگاتیوی کدومی که از اینا بیشتره، میگید از چپ به راست زیاد میشه. پس اونی که از همه سمت راست تر قرار گرفته میشه الکترونگاتیویش از همه بیشتر. پس این مبحث الکترونگاتیوی رو که لطفاً به خاطر بسپارید که اصلا چی هست، که زمانی که من گفتم این عنصر الکترونگاتیویش بیشتره متوجه باشید که منظور من چی هست. در یه دوره و گروه راحت بتونید بررسی کنید. خب حالا بریم در یه دوره. درسته؟ پس من یه دوباره توضیح میدم. ما در مورد هیدریدهای کوالانسی میگیم. هیدریدهای کوالانسی مثل HCl، H2S و اینا. درسته؟ در یک گروه بررسیش کردیم. گفتیم اگه هیدریدهای کوالانسی در یک گروه باشن، میگیم هرچه شعاع زیادتر بشه، قدرت اسیدی من زیادتر میشه. حالا میخوام توی دوره بررسی کنم. چون توی دوره دیگه نمیتونستم به شعاع ربطش بدم، مجبور بودم به الکترونگاتیوی ربطش بدم. مفهوم الکترونگاتیوی رو براتون توضیح دادم. حالا پس میرم سراغ هیدریدهای کوالانسی توی دوره ببینم چجوری تغییر میکنن. در یک دوره از جدول تناوبی، قدرت اسیدی هیدریدهای کوالانسی به الکترونگاتیوی اتم مرکزی وابسته است. خب چرا؟ در یک دوره شعاع از چپ به راست میدونم کاهش پیدا میکنه، اما کاهش شعاع چشمگیر نیست. اگه یادتون باشه در دوران دبیرستان میگفتیم شعاع از بالا به پایین توی گروه زیاد میشه، در یک دوره هم از چپ به راست کم میشه، اما کاهشش چشمگیر نیست. بنابراین از روی الکترونگاتیوی قدرت اسیدی رو مشخص میکنیم. پس توی گروه میتونیم بر روی شعاع اتمی تمرکز کنیم و از روی اون قدرت اسیدی رو بگیم، اما توی یک دوره مجبوریم از روی الکترونگاتیوی بحث بکنیم. خب به عنوان مثال من اینجا براتون توی دوره مثال زدم، چون کلا ما در دوره میخوایم بررسی کنیم. مثلا فسفر، گوگرد، کلور توی دوره. فسفر، گوگرد و کلور توی دوره. خب بیام هیدریدهای کوالانسیش رو بنویسم. فسفر گروه 15 است، میخواد هیدرید کوالانسی بده. 3 تا هیدروژن کنارش قرار میگیره PH3. این 2 تا هیدروژن کنارش قرار میگیره H2S. این هم 1 هیدروژن قرار میگیره HCl. خب اینا رو که معمولا میدونید، چون که مثلا این گروه 15 است، این گروه 16، این گروه 17. گروه 17 یه بار منفیه، بنابراین یه دونه H مثبت کنارش قرار میگیره.
گروه 16 دوباره منفیه، بنابراین 2 تا اچ مثبت کنارش قرار میگیره. گروه 15 3 بار منفیه، 3 تا اچ مثبت قرار میگیره. خب حالا نیازی نیست که اینا رو حالا بدونیم، ما هیدریدهای کوالانسی رو بهتون میدیم، فقط میخوایم شما مقایسه کنید. خب پس الان توی دوره اگه اینا رو در نظر بگیریم، میخوام ببینم pH 3 قدرت اسیدیش بیشتره، H2S بیشتره یا HCl بیشتره. پس اینا هیدریدهای کوالانسی توی دوره هستن. توی اسلاید بعدی توضیح میدیم که کدوم قدرت اسیدیشون بیشتره. در یک دوره از چپ به راست الکترونگاتیوی افزایش می‌یابد. خب اینو گفتیم دیگه، توی دوره از چپ به راست الکترونگاتیوی زیاد میشه. مثلا اگه بخوام فسفر و گوگرد و کلور در نظر بگیرم، چون از چپ به راست الکترونگاتیوی زیاد میشه، پس الکترونگاتیوی کلور بیشتر از گوگرد، بیشتر از فسفر. حالا میخوایم از روی الکترونگاتیوی تشخیص بدیم قدرت اسیدیشون چطوره. هرچه الکترونگاتیوی اتم مرکزی زیادتر شود، اسیدم قوی تره. درسته؟ پس من میگم اینو اینجوری خوندم، هرچه الکترونگاتیوی اتم مرکزی زیادتر بشه اسیدم قوی تره. بعد میام دلیلشو بهتون میگم. پس نگاه کنید، ما اول تشخیص میدیم در یه دوره الکترونگاتیوی چطور تغییر میکنه. اینجا تشخیص دادیم کلور الکترونگاتیویش بیشتر از گوگرد، بیشتر از فسفر. خب حالا که اومدم هیدریدهای کوالانسیشو نوشتم، میگم هرچه الکترونگاتیوی بیشتر باشه، هیدریدهای کوالانسی منم اسیدیشون قوی تره. پس HCl خاصیت اسیدیش بیشتر از H2S، H2S هم بیشتر از pH 3 هست. خب حالا دلیل میخوام، چرا هرچه الکترونگاتیوی زیادتر میشه قدرت اسیدی زیادتر میشه؟ اینجا توضیح میدم. هرچه الکترونگاتیوی اتم مرکزی زیادتر باشه، مثلا این پس جفت الکترون پیوندی را بیشتر به سمت خودش میکشه. مثلا این کلور که الکترونگاتیوی زیادتره، این جفت الکترون پیوندی رو بیشتر به سمت خودش میکشه. چون ما تو تعریف الکترونگاتیوی گفتیم الکترونگاتیوی یعنی تمایل این عنصر برای کشیدن جفت الکترون به سمت خودش. پس هرچه الکترونگاتیوی اتم مرکزی زیادتر باشه، جفت الکترون پیوندی رو بیشتر به سمت خودش میکشه و اچ مثبت راحت تر جدا میشه و چون راحت تر جدا میشه اسیدمون قوی تره. درسته؟ اسید قوی یعنی چی؟ یعنی راحت تر الکترون از دست راحت تر اچ مثبت از دست بده. هر ترکیبی که راحت تر اچ مثبت را هیدروژنش رو آزاد کنه، اون ترکیب اچ اسیدیش قوی تره. پس هرچه الکترونگاتیوی من زیادتر باشه، چون این جفت الکترون رو میکشه به سمت خودش، این اچ مثبت راحت تر آزاد میشه. پس در یه دوره هم ما بررسی کردیم. حالا به صورت خلاصه میگم، در مورد ساختار ترکیب اون که بتونیم قدرت اسیدی رو بررسی کنیم، به 2 دسته تقسیمش کردیم، هیدریدهای کوالانسی و اون اکسی اسیدها که جلسه آینده توضیح میدم. هیدریدهای کوالانسی رو خودش به 2 دسته تقسیم کردم. توی یک گروه بررسی کردم، توی یک دوره بررسی کردم. توی یک گروه وقتی میخواید بررسی کنید، باید به شعاع ربطش بدید. زمانی که هرچه شعاع شما زیادتر میشه، قدرت اسیدیتون هم زیادتر میشه. دلیلش هم گفتیم. اما وقتی میخواین توی دوره بررسی کنید، باید ربطش بدید به چی؟ الکترونگاتیوی. هرچه الکترونگاتیوی زیادتر بشه، قدرت اسیدی شما هم زیادتر میشه. خب تا همینجا برای جلسه کافی هست. لطفاً مرورش بکنید. من تمرینی هم ندادم چون برای جلسات آینده تمرینای بیشتری داریم. اینجا رو فقط باید توضیح و یادی بر خودتون مثال بزنید. جدول تناوبی رو کنار خودتون بذارید. یک گروه از جدول تناوبی، هر گروهی، گروه 1 2 13 14، گروهای عنصرهای واسطه رو کاری بهش نداشته باشید، فقط عنصرهای گروه اصلی، گروه 1 گروه 2 13 تا 17. هر کدوم دوست داشتین مثال بزنید. مثلا برای خودتون یک گروه بنویسید، بعد بیاید و هیدریدهای کوالانسیش هم روبروش بنویسید. حالا بگید مثلا فرض کنید من هیدریدهای کوالانسی رو بهتون دادم، بعد میگم کدومش قوی تره کدوم ضعیف تره، دلیل برای خودتون بیایید. دوباره بیاین توی دوره بررسیش کنید. هیدریدهای کوالانسی رو برای چند عنصر بنویسید توی دوره باشن، بعد دوباره برای خودتون توجیه کنید چرا مثلا قدرت اسیدی این یکی از این یکی بیشتر هست، که برای خودتون مثال‌های بیشتری بزنید و ان شاءالله این مبحث بیشتر براتون جا بیفته. خب تا همینجا کافیه. انشالله جلسه آینده در مورد اکسی اسیدها صحبت میکنیم و ببینیم اونا رو چطور میتونیم از روی ساختارشون به قدرت اسیدیشون پی ببریم.
خب موفق و مایت باشید انشالله تا جلسه آینده.